من میگم اصلا اقتصاد اسلامی نیست، وجود نداره. خب شما میگید هست. خب بگید که اقتصاد اسلامی چیه و نقد شما چیه؟ اقتصاد اسلامی آن چیزی که حضرت امام گفتن و الان از حضرت امام لطفاً مایه نظر خودتون حرف بزنید. خود از خودتون حرف بزنید. من با حضرت امام که مباحثه نمی‌کنم اینجا. من با شما مباحثه. شما از خودتون حرف بزنید. از قرآن نه حرف نزنید. نه از خودتون حرف بزنید. خب بگید که استنباط من از اقتصاد اسلامی اینه. بگید چیه؟ از امام حرف نزنید. ببینید بله. شما خیلی زیبا بلدید از این بحث‌های ژورنالیستی بکنید، چون با این روزنامه‌نگاران منحط خیلی ارتباط دارید. منحط فریب‌ها میزنید. بله. چون دارن فساد میکنن در ذهن جوانان و استادان دانشگاه. منم جز اونها هستم. آقای خامنه‌ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟ چرا باید ما دیدگاه اقتصادی اونا رو قبول کنیم؟ اگر اهل علمی، اونا مگه اقتصاددانن؟ ما راجع به فقه، راجع به فقاهت نمیتونیم حرف بزنیم، اجتهاد کنیم. خب نخوندیم، درست هم میگه. اونا مگه خوندن اقتصاد؟ چرا باید تابع اراده و فرمایشات کسایی باشیم که اهل تخصص نیستن؟ این سوال. این اقتصاددانی که شما صحبت میکنید چه بحث علمیه؟ کاملا علمی است. این چه بحث علمیه که شما اقتصاد یک کسی که شما مثلا شما بیایید من تابع و نظر اونم، یعنی چی؟ یعنی شما بیاید بشید به اصطلاح رهبر فکری اقتصادی کشور؟ نه. پس کی بشه؟ اقتصاددان که شما خودت گفتی من هستم. بله. شما گفتی من اقتصاددانم. ولی شما و امثال شما بیان بشن مدیر اقتصاد که کشور رو دو دسته تقدیم آمریکا کنن. عجب. تبعیت داری؟ از کی؟ از شیاطین تعلیم دیده. عجب. یک شیطانی است که درس خونده. عجب. پس من فریب خوردم. قطعا فریب خوردی. عجب.